دوباره پشت محمدی جریمه طارمی ضربه‌اش رو میزنه مهدی طارمی و پاکنشه گوشه زمین به نوبت بکنه مجید حسینی خطا نیست داخل محمدی جریمه ترابی طارمی سردار آزمون یک ضربه راه دور از سردار ریباندش گله بله گل اول ایران مهدی طارمی حرکت میکنه به جگه داشو میزنه به سمت چارچوب این گل دوم گل دوم اشکان دژاگر ایران یه گل اول طارمی زمین سر قشنگ مهدی طارمی دبل میکنه مهدی بازی میشه 3-0 24 دقیقه جریمه حالا ابراهیمی شوت زد ضربه‌شو حرکت های صفی استاد دروازه ضربه سر سردار حالا میری برای گل چهارم یه کورنر دژاگر رو تیر اول میفرسته در دهانی دروازه خالی هست ببینیم گل شد یا نه بله گل چهارم داور گل چهارم زده بشه زاویه محکم به سمت چارچوب پشت همه تو تیر دروازه برداری سوت داور ضربه اشکان دژاگر رو تیر اول یه فرصت پشت محمدی جریمه یک ضربه زیبا و اینم گل پنجم سامان قدوس تعویض طلایی کیروش جواب میده برای دیدن خلاصه بازی‌های بیشتر پیج فوتبال 19 رو فالو کنید.